منابع گوناگون از تاجیکستان در پی بازداشت وکیل پارلمان و نامزد سابق به پرزیدنتی سید جعفر عثمانزاده درباره بازپرسی 10 نفر از جمله چندین نفر از شخصیت‌های معروف و با نفوذ در چارچوب این پرونده پر سر و صدای غصب حاکمیت خبر میدهند. مقامات رسمی و همچنین این افرادی که نامشان اینک چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی همچون افراد بازپرسی شده ذکر می شود، این سر و صداها را تا حال یگان شرح ندادند و این باعث ریختن روغن بیشتر به آتش هنگامه و آوازه‌ها در اطراف این قضیه شده است. درست یک هفته قبل روز 12 یونیو سال 2024 داستان کل تاجیکستان یوسف رحمان در اجلاسیه پنجم مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمان وکیل این مجلس سید جعفر عثمانزاده را به غصب حاکمیت و از نماینده یک دولت خارجی درخواست کردن 10 میلیون دلار برای انجام این کار ایبدار کرد و از پارلمان لغو دخل ناپذیری وکیل عثمانزاده و اجازت برای حبس او را خواست. بنا به خبرها سید جعفر عثمانزاده بیگاه همان روز 12 ایون دستگیر شد و تا حال در حبس قرار دارد. در این بین مخالفین تاجیک در اروپا درباره بازجویی و حتی بازداشت شدن 10 نفر خبر میدهند. داداجان اتووالا ژورنالیست و سیاستمدار مخالف مقیم برلین از بازجویی شدن بیش از 50 نفر در دوشنبه خبر داد و محمد اقبال صدرالدین سردبیر کانال اپوزیسیونی اصلاح تیوی گفت که شماره بازپرسی شده ها به 63 نفر رسیده است. همین طور شرف الدین گدایف فرضیه خود را پیش گذاشت و حبس عثمانزاده و بازجویی دیگران را با سفر مخفی یک ژنرال روس به تاجیکستان در پی حمله تروریستی کروکوس در پایان ماه مارس سال 2024 ربط داد و ادعا کرد که مقامات تاجیکستان از ترس نوآوردن خشم بیشتر کرمل کوشش مقامات روسیه برای تشکیل و یا حداقل تحریک دادن تبادلات دولتی در تاجیکستان را پنهان کردنی شده میخواهند مسئولیت را به گردن مخالفین بار کنند. منظور گدایف سخنرانی یوسف رحمان در پارلمان است که گفته بود گویا سید جعفر عثمانزاده ماه سپتامبر سال 2021 با گدایف توسط تلفن مسئله تبادلات را بررسی کرده و گدایف وعده داده است که محیدین کبیری یکی از رهبران مخالفین به او در این راه کمک پولی میرساند و گویا 3000 جنگجوی جماعت انصارالله از افغانستان نیز به عثمانزاده خواهند پیوست تا حکومت کنونی تاجیکستان را سرنگون کنند. تصدیق این ادعا و همچنین نامهایی که در چارچوب این پرونده ذکر شدند توسط منابع دیگر امکان ندارد و مقامات طور گفتم در این باره یگان شرح نمیدهند. اما محمد اقبال صدرالدین بدون ارائه یگان نام به 4 منصبدار بلندپایه که فعلا در خارج قرار داشته گویا برای بازپرسی به دوشنبه دعوت شدند هشدار داده است که برگردید که بازداشت می شوید. به عقیده او هدف این بازداشت و بازجویی ها محمد سید عبیداللهیف شهردار سابق دوشنبه و رئیس سابق مجلس ملی است. محمد اقبال صدرالدین قبلا فرضیه نچندان باور نکردنی را هم مطرح کرد که هدف از بازداشت سید جعفر عثمانزاده نه رئیس کمیته دولت امنیت ملی سیمومین یتیموف است که با عثمانزاده رشته خویش و تبرداری دارد، بلکه کوشش دوشنبه برای شیرین کردن خود در پیش طالبان است، زیرا عثمانزاده از طالبان خیلی تند و گو حتی با یک لحن تهدیدآمیز انتقاد میکرد. داداجان اتوولایف در ذکر نامها مشخصتر بوده از بازداشت و بازپرسی شدن چندین نفر شناخته از جمله همراخان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه، یعقوب سلیموف سابق وزیر کارهای داخلی، اکبرشاه اسکندرов سابق ایو پرزیدنت تاجیکستان، سلامشاه محبتوف سابق کماندان اپوزیسیا، پلکوونیک نظرالله نعیموف سابق سردار گروه ضد تروریستی الفا کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خبر داد. بعضی بعد پرسجو آزاد شدند و بعضی دیگر در حبس پیشکی هستند. نوشته است اتوولایف. منابع بامداد درباره بازپرسی و سپس جواب شدن جمشید یتیموف، دادر سیمومین یتیموف و قضای سید جعفر عثمانزاده خبر میدهند. همین طور سر و صداهای زیادی درباره بازپرسی شدن محمد سید عبیدالله و اکبرشاه اسکندرov و راننده او از منابع دیگر نیز به دست میرسند، ولی طور گفتیم با گذشتن چند روز از پنج شدن این آوازه ها هیچ کدام از این شخصیت ها که قریب همش در شبکه‌های اجتماعی فعالند آوازه ها درباره بازپرسی شدن خود را شرح ندادند. تا حال تنها 3 چیزی که رسما معلوم است حبس عثمانزاده و
کشودن پرونده به ضد او بر اساس قسم دوم ماده 306 کودکس جنایتی تاجیکستان است. به او بر اساس این بند قانون برای غصب حکومت با روی زوروری همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند.